الو سلام ببخشید منزل خدا، منم همون مزاحمی که اتفاقا آشناست. هزار بار دلم گرفتی این شماره رو غنی، چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صدا؟ شما که گفتید واجبه جواب سلام هر کسی، چی شد به ما رسید باز حساب بنده ها جدا؟ اجازه میدی که برای یک کمی درد دل کنم؟ آخه شنیدم که فقط اسم تو مرهم و شفاست، حتی اگه چیزی نگی کلی دلم سبک